جلسه میخوایم راجع به ابزار تکست صحبت کنیم که کلید میانبرش T هست و برای نوشتن متن استفاده میشه. قاعدتا بیس ما همیشه یه فریمه. من یه فریم دسکتاپ درست میکنم و اینم ابزار تکسته. خب ببینید این ابزار تکست خصوصیاتش اینجاست، تو این باکس تکست هستش. خیلی سریع اگه توضیح بدم، اینجا فونت، اینجا سایز فونت، اینجا استایل فونت و اینجا فاصله خطوط، فاصله حروف، فاصله پاراگراف ها. این بخش که بسیار مهمه اندازه باکس متن، اینا ترازای افقی و عمودی. بریم امتحانشون کنیم. مثلا فونتمون هست Open Sans. خب یه چیزی که بگم، توی طراحی فونت خیلی خیلی مهمه و باید فونت ها رو بشناسید و فونت ها استایل های متفاوتی دارن. ببینید الان فونتی که من انتخاب کردم فونت هم یکیه اما استایل های بسیار زیادی داره که شکلش رو متفاوت میکنه. خب الان سایز فونت من 90 واحدش پیکسل یا داته، ولی و این دوتا خیلی شبیه همن و احتمالا اینجا چون واحد ذکر نشده همون واحد پیکسله. در مورد فونت 18، ببینید این فونت 18. فونت 18 حداقل سایزیه که برای متن‌های رگولار، برای متن‌های عادی که کاربر قرار راحت بخونه بهتر استفاده بشه. البته گاهی اوقات از 16 هم استفاده میکنیم، بستگی به فونت هم داره، ولی از نظر اکسسیبیلیتی یا دسترس پذیری که کاربر راحت بتونه بخونه، ترجیحاً اگه فونت 18 به بالا کار بشه بهتره از نظر سایزی. خب همونطور که میبینید این متن ما یه باکس دورش داره و برخلاف سایر المان ها این باکس رو من اگه بکشم بزرگ نمیشه. فقط بنابراین ما یه باکس داریم و یه متن. البته اینجا همونطور که میبینید آیکون تی کنار متنمون هست توی لیر و اینا دوتا جزء مجزا نیستن، ولی توی این باکس مشخص میشه که چه اتفاقی میفته از نظر تراز. مثلا الان نگاه کنید اینجا تراز افقی لفت و رایت و وسط، ببینید نسبت به باکس مشخص میشه. بنابراین اگه باکس کوچیک باشه خب اینا تفاوتی ایجاد نمیکنن، یعنی باکس اگه اندازه متن باشه شما متوجه اینا نمیشید. یا مثلا تراز عمودی که به بالا، وسط و پایینه، ببینید نسبت به این باکس مشخص میشه. خب یه بخش بسیار مهمی که اینجا ما داریم آتو وید، آتو هیت و فیکس سایزه. الان همونطور که میبینید فیکس سایز انتخاب شده برای اینکه من این باکس رو کشیدم، ولی کلا این رو بدونید که برای متنهای تک خطی، یعنی متنهایی که مثلا عناوین هستند یا لیبل هستند، بهترین گزینه آتو ویده، یعنی اینکه باکس رو اندازه متنش کن. ببینید حالا اینا تفاوتی دیگه ایجاد نمیکنن و کنترل کامل روی اون داریم و وقتی هم بزرگش میکنیم ببینید باکس به اندازه متن بزرگ میشه و شکسته نمیشه. اما اگه متن چند خطی داشته باشیم، خب متن چند خطی، مثلا اینجا من 3 تا پاراگراف دارم که میخوام کپی کنم و بیارم توی پروژم. در این صورت معمولا کاری که بهتر انجام بدیم وقتی متنمون طولانیه اینه که ابزار تکست رو که انتخاب میکنید درگ کنید و باکسش رو بکشید و بعد کنترل وی. خب الان ببینید چون این وسط بوده متنمون وسط اومده، اینو میبرم رو بالا که از بالا تراز بشه و چون انگلیسیه تراز از چپ، ولی میبینید که الان باکس از متنمون کوچکتره.
برای متن‌های چند خطی بهترین گزینه اتوهیت، یعنی باکس رو به اندازه کل متنمون انتخاب کن. و اگه اینجا میبینید که یه خط فاصله داره، برای اینکه یه دونه اسپیس یا فاصله داریم که اگه حذفش کنیم باکس اندازه یه متن میشه. ببینید خب من اینجا اگه باکس رو بکشم، ببینید برای اینکه با باکس کار کنید نباید متن انتخاب شده باشه. اگه متن انتخاب شده باشه این دستگیره های اینجا برای تغییر سایز کار نمیکنه. بیرون کلیک میکنم و بعد اندازه باکسم رو بزرگترش میکنم، ارزش رو. خب حالا اینجا که نوع فونت بود و نوع فونت هم موضوع بسیار مهمیه. انواع فونت ها رو باید بشناسید، چی برای کجا مناسبه. به طور کلی هم فونت هایی که برای عناوین استفاده می کنید معمولا دامنه انتخابا بالاتره، ولی برای برای متنی که کوچکتر نوشته میشه، توضیحات، معمولا فونت های خیلی خوانا استفاده میشه. در مورد فونت های فارسی هم صحبت خواهم کرد. اینجا استایلشه، مثلا الان سمای بولد، رگولار، لایت و حالا بسته به نوع فونتی که انتخاب کردید، یا اصطلاحا این وزن فونت. اما بیایم سراغ قسمت بعدی که الان نوشته آتو. این لاین هیت یا ارتفاع بین خطوط. ببینید اگه آتو رو روش کلیک کنم میبینید که 18 نوشته شده، البته به صورت خیلی گری و خاکستری، ولی ببینیم اگه 18 تایپ کنیم چه اتفاقی میفته. هیچ اتفاقی نمیفته، برای اینکه این اتوماتیک وقتی فونت ما 13 این اومده تشخیص داده برای اینکه این خوانا باشه، فاصله خطوط اوکی باشه، 18 انتخاب خوبیه. ولی ما میتونیم کمتر، ببینید من تو هم فرو میره، یا بیشترش کنیم. یه چیزی که خیلی مهمه اینه که اکثر اوقات این آتو کار خودش رو درست انجام میده و بهتر دستکاری نشه. اما اگه یه چیزی تایپ کردیم و نمیدونستیم که درسته، ببینید مثلا اینجا، برای اینکه برش گردونید رو تنظیم پیش‌فرض، انتخاب کنید کلید دلیت رو بزنید و اینتر کنید. دوباره برمیگرده روی آتو که معمولا مگر اینکه ما ایده خاصی داشته باشیم توی دیزاینمون بهترین گزینه است. این گزینه لدر اسپیسینگ یا فاصله بین حروف. دقت داشته باشید که توی انگلیسی این معنی داره و توی فارسی اصلا نباید باهاش کار کرد. ببینید این فاصله بین حروفه که اگه 0 باشه حالت درسته و مقدارش هم رو درصده نه روی پیکسل. خب این گزینه ها رو گفتیم. ببینید اگه این مثلا این بیارمش رو فیکس سایز، حالا دستگیره ها رو بهم میده و متن سر جاشه و من باکس رو میتونم کوچیک و بزرگ کنم. به ندرت ممکنه بهش نیاز پیدا کنید. متنای چند خطی اتوهیت انتخاب درسته و برای تایتل ها، لیبل ها، چیزایی که در واقع از یه خط تجاوز نمی کنن، آتو وی. خب که خب الان کارو خراب کرد، برای اینکه کل متنمون رو برد توی چند خط و انتخاب درستی نیست. برش میگردونم ولی دیگه بر نمیگرده و باید دوباره تنظیمش کنم. من با کنترل زد آندو میکنم و دوباره میام اینجا. خب این هم قاعدتا رنگ متن دیگه، مثل بقیه چیزا رنگ فیل داریم، فیل کالر داریم و البته استروک هم اینجا داریم. بذارید روی متنی که سایزش رو بزرگتر انتخاب میکنم ببینم اگه استروک انتخاب کنم، استروکش رو یه رنگی کاملا متفاوت برای اینکه بهتر دیده بشه ضخامتش رو بیشتر میکنم. به ندرت که تقریبا هیچ وقت نیاز پیدا نمی کنید مگر خیلی طراحی خاصی داشته باشید. ما معمولا فونت رو عوض میکنیم و با استروک هیچ وقت استروک یا خط دور به تکستمون نمیدیم چون اصلا چیز جالبی نمیشه، حذفش میکنم. خب برگردیم سراغ بقیه تنظیماتی که اینجا دیده میشه رو گفتم.
و یه تایپ ستینگز هم داریم که اینجا روی سه نقطه اگه کلیک کنید سایر گزینه ها رو میتونید ببینید. یه سریاش مشترکه مثل ریسایز، الاین و اینجا الاین جاستیفای هم داریم که از دو طرف تراز کنه، دو طرف متنمون تراز بشه. بذارید من زوممو برگردونم ببینید از دو طرف تراز شد. توی وب واقعیت اینه که تراز جاستیفای خیلی خوب عمل نمیکنه. نمیگم نداریم ولی خیلی خوب عمل نمیکنه، ولی برای دیزاینتون اگه کمکتون میکنه مرتب به نظر برسه میتونید از جاستیفای استفاده کنید. دکوریشن، ببینید اینجا یه خط داریم که ناونه، یه آندرلاین و یه استرایک ثرو یا در واقع خطی که روی فونت کشیده میشه. بذارید اینجا روی این ببینیمش. ببینید این خط آندرلاین خط زیره، این خطیه که از روی متنمون کشیده میشه. مثلا میخواید نشون بدید که قیمت از 1000 تومان شده 2000 تومان، روی 1000 میخواید خط بکشید، میتونید از این استفاده کنید. اینجا باز برش میگردونم روی نام. ببینید کیسه یعنی که بزرگ کوچیکی حروف، این ناون یعنی هر جور نوشتی همون جور نشون بده. اینجا تمام حروف رو بزرگ کن، تمام کوچیک کن، فقط حرف اول هر کلمه رو بزرگ کن. و اینجا یه گزینه رو اینجا جا انداختم. ببینید اینجا یه گزینه داریم که باز مهمه، پاراگراف سپیسینگه. ما الان اینجا 3 تا پاراگراف داریم اما شبیه یه پاراگراف دیده میشه و پاراگراف ها از هم تفکیک نشدن. اگه فاصله بین پاراگراف ها رو زیاد کنیم پاراگراف ها از هم تفکیک میشن و فرم متداولیه. برای اینکه از نظر ادبی هر پاراگراف به یه سوژه اشاره میکنه، بهتره از نظر بصری همینا شکسته بشن و خوندنش هم برای کاربر راحت تره. برای همین بهتره که حداقل 8 پیکسل فاصله بین پاراگراف هاتون بذارید. خب ببینیم گزینه مهم دیگه ای داریم. اینجا یه گزینه بالت لیست داریم، یه گزینه نامبرد لیست داریم که لیست عددی یا لیست نقطه دار میتونه استفاده بشه. در صورتی که از این لیست استفاده کنید به جای پاراگراف سپیسینگ یه لیست سپیسینگ نشونتون میده که میتونید فاصله بین لیست ها رو کم و زیاد کنید و فاصله پاراگراف ها رو نادیده میگیره، برای اینکه اینا رو عناصر یک لیست در نظر میگیره. و همین. یه گزینه بگم ممکنه گاهی اشتباه کنید، من اینو برگردونم روی نام. ببینید گاهی اوقات مثلا اینجا من این باکس رو درگ میکنم و میارمش به اندازه یه پاراگراف. الان متن من بیشتر از اونه ولی کامل دیده میشه با اینکه باکس هم کوچکتره. اگه تو این گزینه ها اینجا اینو انتخاب کنید فقط بخشی از تکستتون رو نشون میده که داخل باکس. خب بذارید من زوم کنم اینجا که تول تیپی هم نداره. پس دو تا حالت بیشتر نداره، یکی نانه، یکی این که این رو به اندازه باکس هم نشون بده. مثلا متنی که میخواید نشون بدید میخواید تا یه جاییش باشه، حالا بعدا مثلا یه دکمه مور داشته باشیم که بقیهش رو ببینیم یا هر چی، میتونید به هر حال از این استفاده کنید. گاهی هم این اشتباهی دستتون میخوره و احساس و میبینید متنتون ناقصه، دلیلش اینه و از اینجا میتونیم انتخابش کنیم. خب حالا بریم سراغ فارسی. ببینید من الان تو نسخه تحت ویندوزم و فونت هام شناسایی میشه و هیچ مشکلی ندارم اینجا. یعنی فونت هایی که رو سیستم من نصبه همش اینجا هست و دیده میشه. اوکی. اما اگر از نسخه وبی فیگما استفاده میکنید نیاز به یه نرم افزار دارید. اگه توی سایت فیگما figma.com دانلود برید
یکی از ببینید کنار دسکتاپ اپ و موبایل اپ یه فونت اینستالر هم دارید که برای مک و ویندوز نسخه داره و پایینم توضیح داده desktop app does not require the font installer. میگه دسکتاپ اپ همون اپ تحت ویندوزتون نیازی به این نرم افزار نداره، اما اگه از نسخه وبی استفاده میکنید اینو نصبش کنید. نصب کاملا روتینی داره و اصطلاحاً یه نرم افزاری ران میکنه به اسم فیگما ایجنت. این باعث میشه فونت هایی که رو سیستمتون نصبه در نسخه وبی هم قابل استفاده باشه. خب ببینید الان من تو نسخه وبی از یه فونت فارسی میخوام استفاده کنم. خب یه نکته دیگه هم که هست اینه که وقتی که از فونت فارسی استفاده میکنید این کنار یه گزینه در واقع راست نویس چپ نویس هم براتون نشون میده. توی انگلیسی این آیکون رو نداشتیم، سویچ تکست دایرکشن، یعنی از راست یا چپ بنویس. ببینید راست نویس و چپ نویس در چنین حالتی تفاوتی نداره، ولی اگه من تکستی که می نویسم از حروف فارسی و انگلیسی یا نقطه و این جور چیزا تشکیل شده باشه، باکس رو من درگ کردم. خب ببینید الان که فارسی و انگلیسی داریم و درست داره دیده میشه، برای اینه که اصطلاحاً رایت تو لفته و اگه عوضش کنیم یعنی حالت انگلیسی باشه اینا به هم میریزه. خب بنابراین ساپورت کامل ما تو فارسی دایرکشنمون باید رایت تو لفت باشه و ترازمونم از چپ یا جاستیفای، حالا معمولا یا میتونه وسط هم باشه برای عناوین، ولی اینجا این گزینه رو بهمون میده. و نکته اینه الان من اون فونت اینستالر رو نصب کردم و میبینید که فونت ایران سنس که جز فونت های گوگلی نیست و فونت فارسیه که رو سیستم من نصبه اینجا تو نسخه وبی هم در دسترسه و مشکلی باهاش ندارم. تمام مواردی که گفتیم برای فونت فارسی هم صادقه و هیچ مشکل دیگه ای نیست. این جلسه رو تمام میکنم تا جلسات دیگه.